درود بر شما. به دوره آموزشی 100% رایگان من خوش اومدید. این 4مین قسمت از آموزش‌های طراحی سایت من به زبان ساده هستش. صحبت رو کوتاه کنیم بریم سراغ آموزشمون. در قسمت 4 میخوام در مورد خرید دامنه یا دامین با پسوند بین‌المللی و کشوری ایران IR صحبت کنم. اگر شما هم قصد داری دامنه‌ای برای سایت یا کسب و کار خودت بگیری، این ویدیو به شما کمک میکنه تا بهترین انتخاب رو داشته باشی. این آموزش به خصوص برای افرادی که میخوان از سایت‌های ایرانی دامنه بخرن خیلی مفیده. ضمناً در ویدیو قسمت 3 توضیح دادم که دامنه چیه، فرق بین دامنه بین‌المللی و کشوری رو توضیح دادم. اگر اون ویدیو رو ندیدی حتما ویدیو جلسه 3 رو حتما ببین. سلام، به کانال عصر ایده خوش اومدید. من اکبر آزاد هستم، متخصص دیجیتال مارکتینگ و مدرس و مشاور راه اندازی کسب و کارهای آنلاین. خب اول از همه بفهمیم پسوند بین‌المللی دامنه چیه. وقتی میخوایم دامنه بخریم اولین چیزی که باید انتخاب کنیم پسوند دامنه هستش. پسوند دامنه همون چیزی است که بعد از اسم دامنه میاد، مثلا کام، نت، org، IR و غیره. این پسوندها به نوعی نشون میدن که سایت شما چه کاربردی داره یا به کدوم دسته‌بندی میخوره. برای مثال کام یکی از معروفترین و عمومیترین پسوند هاست که برای سایت های تجاری و کسب و کارهای آنلاین کاربرد زیادی داره و الان تو جامعه و کشورهای مختلف به کار میره. نت این پسوند بیشتر برای سایت های مرتبط با شبکه یا خدمات اینترنتی به کار میره، اما الان خیلی عمومی شده و در تجارت آنلاین هم به کار میگیرنش. org این پسوند مخصوص سازمان ها و نهادهای غیرانتفاعی و اجتماعی هست. اینفو برای سایت های اطلاعاتی و خبری به کار میره. کو هم این پسوند برای شرکت ها و استارتاپ های محبوب استفاده میشه. IR هم که یک دامین کشوری هستش برای ایران ثبت جهانی شده و اکثر وبسایت های داخل ایران از این دامنه استفاده میکنند. حالا که با پسوندهای دامنه ها آشنا شدیم، میخوایم ببینیم چطور میتونیم دامنه با این پسوندها رو از سایت های ایرانی بخریم. برای خرید دامنه بین‌المللی از سایت های ایرانی باید چند تا مرحله رو طی کنیم. توی این آموزش من از سایت های معتبر ایرانی مثل میزبان‌وا، ایران سرور یا هاست ایران استفاده میکنم. مراحل تقریبا مشابه هم هستند، پس این مراحل رو با هر سایتی که انتخاب کردید میتونید دنبال کنید. بریم روی کامپیوتر مراحل آموزش ثبت دامنه رو خدمت شما نشون بدم. خب در ابتدا گوگل رو باز میکنیم و به فارسی سرچ میکنیم خرید دامین. خب مشاهده میکنید که به این صورت اولین سایت ایران هاست هست که اومده، به ترتیب ایران سرور، پارس پک، ایران هاست، لیمو هاست، هاست ایران، ایران سرور و به همین ترتیب میبینید سایت دیگه هم در اینجا موجود هستن و ما میتونیم از این سایت ها استفاده کنیم. من برای مثال میرم سراغ خرید از سایت هاست ایران. خب سایت هاست ایران رو باز میکنم، منتظر میشم که خب لود بشه بیاد بالا. بله، خب سایت رو که باز کردیم میبینید که در ابتدای صفحه یک بخش جستجویی برای ما قرار دادن که ما میتونیم دامینی که میخوایم یا اسمی که میخوایم برای دامینمون انتخاب کنیم رو اینجا سرچ بکنیم. من مثلا برای شروع میام از نام بعد به یاد داشته باشید حتما باید به انگلیسی سرچ بشه، یعنی اگر میخواید حتی اسم فارسی بذارید روی دامنتون باید حتما به صورت فینگلیش این دامنه ثبت بشه. میام به طور مثال شاپ ایران
2025 رو سرچ میکنم، ببینیم این دامین یا دامنه قبلا توسط یک فردی خریداری شده، ثبت شده یا نه، یا آزاد هستش. خب ثبت میکنیم که لود بشه. خب میبینید که بله جستجو تموم شد و به ما یک پیام داد، که پیام تبریکی به ما داد که این دامین الان موجود هست و شما میتونید این دامین رو برای خودتون ثبت کنید. یک نکته اینجا وجود داره که خدمتتون عرض کنم. دامین های بین‌المللی دقیقاً با قیمت دلار و به روز بالا و پایین میشه و شما اگر قیمت دلار بالا بره، قیمت دامین های بین‌المللی هم به تبع اون گرانتر خواهد شد. الان با توجه به نرخی که امروز وجود داره، الان دامینی که ما ثبت میخوایم بکنیم به قیمت 1,151,000 تومان به صورت سالانه داره با ما حساب میکنه. خب ما میتونیم در این قسمت روی دکمه افزودن به سبد خرید رو بزنیم و این دامین رو به سبد اون اضافه کنیم و بخریم. نکته بعدی که اینجا وجود داره اینه، بعد از اینکه من دامین .com رو برای خودم سرچ کردم، در پایین به من با پسوندهای دیگه هم داره پیشنهاد میده. مثلا داره به من میگه که این دامین رو با پسوند شاپ اگر شما بخرید به نرخ امروز به مبلغ 467,000 تومان با شما حساب میکنیم، یا پسوندهای دیگه مثل ORG رو با 1,214,000 تومان با شما حساب میکنیم. اگر روی نمایش پسوندهای بیشتر بزنم میبینید که پسوندهای دیگه رو هم به من پیشنهاد میده و من میتونم هر کدوم از اینها رو که تمایل داشتم که برای کسب و کار خودم، برای برند خودم انتخاب بکنم، روی دکمه افزودن بزنم و به لیست خریدم اضافه بکنم. من فعلا روی همین .com میزنم، رو افزودن میزنم و روی دکمه تایید و ثبت سفارش کلیک میکنم و منتظر میشم که به بخش خرید منتقل بشیم. خب در بخش خرید اینجا نکته‌ای که وجود داره، از من میپرسه که این دامین رو میخوای برای چه مدتی شما اجاره بکنی. من اینجا میتونم 1 ساله انتخاب کنم، 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله و تا 10 ساله. شما میتونید دامین رو به مدت طولانی تری برای خودتون به ثبت برسونید. خب میبینید که چند تا سوال دیگه از من اینجا میپرسه. خب من با اینا کاری ندارم، دامین رو هم سالانه انتخاب کردم. پایین از من سوال میشه که آیا نیاز دارید که اطلاعاتتون به صورت محرمانه باشه یا نیاز ندارید. خب من نیاز دارم رو میزنم که به صورت محرمانه اطلاعات من حفظ بشه. روی دکمه ادامه و پرداخت میزنم. همینطور که میبینید مبلغ من به این صورت اضافه شد. حالا چون من در این سایت قبلا ثبت نام نکردم، اینجا باید ورود اطلاعاتم رو بزنم و وارد بشم. اگر قبلا روی این سایت من ریجستر کردم و عضو بودم که اطلاعات ورودم رو میزنم. اگر ثبت نام نکردم و بار اوله که توی این وبسایت حضور دارم، از پایین قسمت قبلا ثبت نام نکرده اید رو شما روی ثبت نام کنید کلیک میکنید و اطلاعات ثبت نامیتون رو در اینجا وارد میکنید. خب من چون قبلا ثبت نام کردم، این مرحله رو عبور میکنم و با اطلاعات شخصی خودم وارد این سایت میشم. خب بعد از اینکه اطلاعاتمون رو وارد کردیم، رو دکمه ادامه و پرداخت میزنیم و این دامین برای ما خریداری میشه. معمولا این وبسایت ها یک بخش داشبوردی دارن که در بخش داشبورد ما میتونیم اطلاعاتمون رو نگهداری کنیم، دامینمون رو اونجا اطلاعاتش رو ببینیم، تاریخ ثبت و تاریخ انقضاش رو دقت کنیم، یا حتی کد DNSی که مربوط به هاستینگمون هست رو به دامینمون متصل بکنیم.
این نکات رو دقت بکنید. حتما در ادامه ویدیو من توضیحات تکمیلی تری در خصوص این موارد به شما عرض میکنم. خب حالا بریم سراغ خرید دامین کشوری ایران که اختصاراً بهش میگن IR. فقط یه نکته خدمت شما عرض کنم که ما میتونیم مثل همین مراحلی که طی کردیم سایت های ایرانی دامین IR رو هم سفارش و ثبت کنیم. اما یک سایتی هستش به نام ایرنیک که نام دامنش nic.ir هستش که الان توی تصویر میبینید. این سایت اختصاصی خرید دامین ایرانی IR هستش و شما بدون واسطه میتونید مستقیما از داخل این سایت دامین مورد نظر خودتون رو ثبت کنید و یا حتی دامین های خودتون رو بفروشید و به نفر بعدی منتقل کنید. بریم روی کامپیوتر مرحله آموزش ثبت دامین کشوری ایران رو خدمت شما نشون بدم. خب دوباره وارد گوگل میشیم، داخل سرچ مینویسیم ایرنیک به صورت فارسی. همینطور که مشاهده میکنید اولین لینکی که به ما نشون میده سایت ایرنیک است که به صورت نام دامین nic.ir شناخته میشه. من روی ایرنیک کلیک میکنم تا برای من باز بشه. اگه برای بار اول دارید وارد همچین سایتی میشید، سایت ایرنیک که مرکز ثبت دامنه کشوری ایران هستش، اولین باره که وارد این سایت میشید حتما قوانین مقرراتش رو مطالعه بکنید. نکردید و یوزر پسورد ندارید، ابتدا باید یک شناسه کاربری برای خودتون بسازید. روی ساختن شناسه کاربری من کلیک میکنم تا که 4 مرحله داره: انتخاب نوع شناسه، وارد کردن مشخصات شناسه، بازنگری و امضا، ساختن شناسه. حتما قوانین مقررات رو از این لینک بخونید که مشکلی برای شما به وجود نیاد. خب در ابتدا از ما میپرسه که ما کیم؟ شخص حقیقیم، شرکتی، مؤسسه یا نهاد غیر دولتی هستیم، وزارتخونه، سازمان یا شرکت دولتی هستیم، مرکز آموزشی و پژوهشی یا شناسه محدود. خب ما که الان داریم دامینمون رو ثبت میکنیم شخص حقیقی هستیم. اگر شما شرکت هستید و این دامینی که میخواید خریداری بکنید برای شرکت هست، حتما باید از قسمت شرکت مؤسسات یا نهادهای غیر دولتی اقدام کنید که صاحب امتیاز شرکت شناخته بشه. و اگر برای خودتون به صورت شخصی دارید کسب و کاری رو راه میندازید و شرکتی وجود نداره این وسط، حتما شخص حقیقی رو انتخاب کنید تا با کد ملیتون این دامین برای شما ثبت بشه. خب من روی شخص حقیقی روی تکمیل فرم و دریافت شناسه کلیک میکنم. در مرحله بعد از من یک ایمیل میخواد. من اینجا یک ایمیل وارد میکنم به صورت انگلیسی. ایمیلتون رو صحیح وارد کنید. یک مثالی هم زیرش گذاشته که نحوه ورود ایمیل رو اونجا مشخص کرده. میزنم مرحله بعد. خب کد وریفای رو از داخل ایمیلم برمیدارم و اینجا تایپ میکنم و روی دکمه مرحله بعد کلیک میکنم. اگر کد درست باشه ما به بخش بعدی وارد میشیم، وارد کردن مشخصات شناسه. خب اینجا نام شخص یا سازمان رو میخواد، یه سری اطلاعات فردیمون رو میخواد، موبایل رو باید وارد بکنیم، کشور، شهر، استان، نشانی، کد پستی و خیلی سوالات دیگه ای رو از ما میپرسه. ما دونه دونه اینها رو ثبت میکنیم. خب اینجا میبینید که برای وارد کردن اطلاعاتمون یه سری مثال گذاشته. دقیقاً به صورت انگلیسی هم اطلاعات رو وارد کرده. دقیقاً مثل مثال اطلاعات فردی خودمون رو وارد میکنیم. من چون قبلا برای خودم شناسه ساختم و با کد ملی خودم ثبت شده، امکان ایجاد شناسه جدید برای من وجود نداره. شما همه این مراحل رو به همین صورت میرید جلو، دقیقاً اطلاعاتتون رو به همین صورت که مثال زده وارد میکنید و تا انتهای فیلد جلو میرید.
یک نکته خیلی طلایی در قسمت ورود اطلاعات وجود داره که من حتما باید خدمت شما توضیح بدم. این بخش پرسش محرمانه است و پاسخ محرمانه. خب اینجا مثال زده برای ما، خودش اومده یک سوال طراحی کرده، گفته که اولین نام مدرسه شما چیست؟ پایین اومده توضیح داده، مثلا جواب داده البرز. مثلا نام بهترین دوست من. خب نام بهترین دوستم رو به عنوان سوال اینجا می نویسم، جوابش رو در اینجا یادداشت می کنم. این کجا به درد میخوره؟ زمانی که شما اطلاعاتی رو داخل سایت ایرنیک میخواید تغییر بدید، مثلا DNSی میخواد تغییر پیدا بکنه، اطلاعات هویتی میخواید تغییر بدید، برای اینکه مطمئن بشه که این فردی که داره این اطلاعات رو تغییر میده، این اطلاعات رو داره جابجا میکنه، خودتون هستید، این سوال محرمانه رو از شما میپرسه و شما باید سوال محرمانه رو بدونید و به یاد داشته باشید و بتونید پاسخ صحیح رو وارد کنید. پیشنهاد میکنم این سوال محرمانه رو با جواب یک جایی به صورت امن و محرمانه حفظ و نگهداری بکنید. خب من بعد از اینکه اطلاعاتم رو ثبت کردم و یک کاربری جدید برای خودم ساختم، مجددا وارد صفحه اصلی ایرنیک میشم و بخش ورود به سامانه، همونطور که مشاهده میکنید، اطلاعات خودم رو وارد میکنم، پست الکترونیکی و پسوردم رو. خب روی دکمه ثبت میزنم و وارد سامانه ایرنیک خودم میشم. همینجور که مشاهده میکنید در این بخش صفحه اصلی تمام دامین هایی که من خریداری کردم رو برای من لیست کرده. بخش های مختلفی داره، مثل قوانین مقررات، پرسش های متداول، تماس با ما، فرست نمایندگان. بخش دامنه برای من خیلی اهمیت داره، اینجا جاییه که من دامنه های من وجود داره، چیزایی که من خریداری کردم، ثبت دامنه، انتقال دامنه، دامنه های آزاد شده رم اینجا نشون میده. درخواست ها و پرداخت ها در این قسمت میتونم ببینم. نمایندگی فروش اگر ما داشته باشیم در این بخش ما کار داریم، فعلا با این قسمت کار نداریم. مرکز پیام جاییه که ایرنیک به شما پیام میده و شما باید اینجا رو چک بکنید. بخش پرسش های متداول رو داریم. در این قسمت میتونید تمام سوال ها و جواب هایی که حول و حوش این سایت ایرنیک پرسیده شده و تو ذهن شما امکان داره شکل بگیره در اینجا جوابش رو پیدا بکنید. بخش پشتیبانی داره، بخش ارسال مدارک داره. خب شما برای ثبت دامین IR حتما باید یه سری مدارک هویتی خودتون رو مثل کارت ملی، شناسنامه و هر آن چیزی که نیاز هست برای سایت ایرنیک ارسال کنید و اینجا جاییه که شما میتونید اطلاعاتتون رو ارسال بکنید. خب ما با بخش دامین ها کار داریم. میریم تو بخش دامین ها، روی دکمه ثبت دامنه کلیک میکنم تا بخش ثبت دامنه برای من باز بشه. در این خب همینجور که میبینید در بخش فیلد من میتونم نامی که من مد نظرم هست رو اینجا تایپ بکنم و پسوند رو از اینجا شما انتخاب میکنید. خب پسوند IR رو من انتخاب میکنم. میبینید پسوندهای دیگه هم اینجا وجود داره، مثلا co.ir، net.ir، org.ir، ac.ir. مثلا ac مربوط به مؤسسات آموزشیه. اکثر دانشگاه‌های کشور شما دامینش رو اگر دقت بکنید با ac.ir ثبت شده و به همین صورت نوع‌های دیگه‌ای هم وجود داره. برای استفاده از دامین‌های دیگه‌ای به غیر از IR حتما نیازه که شما مدارکی رو به مجموعه ایرنیک ارائه بدید تا بتونید از این پسوندها هم استفاده بکنید. خب ما روی IR کلیک میکنیم و روی دکمه بررسی موجود بودن دامنه میزنیم. بله به ما میگه شما مجاز هستید که این دامین رو یا دامنه رو ثبت بکنید و برای شما آزاد هست. اگر دامینی قبلا خریداری شده باشه توسط فرد یا مجموعه‌ای، اینجا به ما اعلام میکنه که دامین موجود نیست و شما باید حتما یک دامین دیگه ای رو برای خودتون
به ثبت برسونید. مدت زمان ثبت رو ما اینجا میتونیم انتخاب کنیم، 12 ماهه یا 60 ماهه. این به انتخاب شماست. میریم مرحله بعد. خب اینجا هم من چند تا سوال میپرسه که میخواید صاحب امتیاز خودتون باشید یا فرد دیگه ای باشه. اگر ما اینجا فرد دیگه ای رو یا شناسه کاربری دیگر رو انتخاب بکنیم، باید حتما شناسه کاربری اون فرد رو در اینجا ما تایپ کنیم. خب من روی خودم میزنم، رابطه اداری رو دوباره خودم رو انتخاب میکنم، رابطه فنی خودم، رابطه مالی هم خودم. معمولا این بخش رو چرا گذاشتن؟ به خاطر اینکه مجموعه های بزرگی وجود دارن که هر قسمت رو یک فردی به عهده داره. مثلا صاحب امتیاز معمولا مدیر عاملی و یا عضو هیئت مدیره اون شرکت هست. مثلا رابطه اداری معمولا کارکنان اداری، رابطه فنی رو بخش بچهای فنی به عهده میگیرن و رابطه مالی رو کارشناسان مالی، و هر کدوم از اینا میتونن یک شناسه داشته باشن و بیان و وظایف خودشون رو در اینجا انجام بدن. ما اینجا چون فقط یک نفر هستم و همه کارهای دامینم رو خودم انجام بدم، روی خودم انتخاب میکنم و روی دکمه بازنگری میزنم تا بریم برای مرحله بعد. اینجا به من نشون میده که دامینتون رو ببینید و بررسی کنید. اگر مشکلی داره برگردید و اصلاح کنید، چون اگر دامین ثبت بشه، حتی اگر غلط دیکته‌ای داشته باشه، کلمه‌ای جا افتاده باشه یا ایرادی اشتباهی باشه، به هیچ عنوان قابل برگشت نیست و شما نمیتونید دامین رو برگردونید و یک دامین دیگه ثبت کنید. برای همین اینجا نشون میده که با دقت دامینمون رو نگاه بکنیم. مدت رو هم رو 12 ماه انتخاب کردیم. دوباره مجددا همان اطلاعاتی که ما قبلا وارد کرده بودیم رو به ما نشون میده که ما سطح اطلاعات رو بررسی بکنیم و تایید بکنیم. خب میریم به قسمت بعدی. اینجا اما سوال میپرسه وضعیت نمایش هویز به عموم نمایش داده نشود. اینجا به این صورت هست. معمولا این به صورت دیفالت به عموم نمایش نده هست و گزینه دیگه ای وجود نداره فعلا در ثبت دامین IR. یه موافقت نامه داره که موافقت نامه رو شما میتونید مطالعه بکنید و در نهایت روی دکمه بله قبول دارم اینجا یه تیکی داره، اینجا تیک رو میزنید و در انتها روی من ربات نیستم کلیک میکنید و در انتها اقدام به ثبت رو شما کلیک میکنید. در این مرحله وارد بخش پرداخت میشیم، پرداخت سبد خرید میشیم. اینجا میبینید که روی ریال ما میتونیم این درخواست رو کلیک کنیم و پرداختش رو انجام بدیم. مجددا فاکتور مالیمون رو به ما نشون میده و ما میتونیم اینجا ببینیم دقیقاً هزینه به چه صورته. در حال حاضر مبلغ ثبت دامن IR در ایران 40,000 تومان است که این هم به صورت سالانه با توجه به شرایط کشور و قوانین و مقرراتی که خود سامان ثبت داتا IR میذاره این رقم بالاتر میره. خب در نهایت در پایین صفحه روی دکمه پرداخت میزنیم و به صفحه پرداخت شاپرک وارد میشیم تا شماره کارتمون رو بزنیم، CVC رو وارد کنیم، تاریخ انقضا و در نهایت دریافت رمز پویا و پرداخت نهایی. بعد از ثبت دامین 24 تا 48 ساعت طول میکشه که کارشناسان ایرنیک دامین ما رو مورد تایید قرار بدن. بعد از اون اجازه داریم که اطلاعات هاستینگمون رو DNS ها رو داخل دامینمون ست کنیم و به اصطلاح دامین رو به هاستمون متصل کنیم. بریم این مرحله رو روی کامپیوتر خدمت شما توضیح بدم. بعد از اینکه دامین شما توسط کارشناس ایرنیک مورد تایید قرار گرفت، شما میتونید از بخش دامین های من بیایید و لیست دامنه هاتون رو ببینید و روی هر کدوم از دامنه ها که کلیک بکنید به این صورت شما میتونید وارد بخش تنظیمات این دامنه بشید. خب وارد صفحه تنظیمات میشین. همینجور که میبینید اطلاعات زیادی در این صفحه وجود داره. میتونیم این اطلاعات رو تغییر، تمدید یا انتقال برای فروش دامنه رو از همینجا انجام بدیم.
میایم پایینتر. بخشی که برای مهمه بخش DNS هاست. ما روی دکمه ویرایش ردیف کارگزار کلیک میکنیم، این قسمت برای ما باز میشه. ما اینجا IP ها و DNS هایی که از هاستینگمون گرفتیم رو اینجا وارد میکنیم تا مین به اصطلاحاً به هاستینگ ما متصل بشه. برای تایید DNS ها در انتها از ما سوال محرمانه رو میپرسه که ما جواب محرمانه رو که وارد کردیم روی دکمه اعمال که بزنیم اطلاعات برای ما ثبت میشه. حالا که با ثبت دامنه یا دامین آشنا شدید، باید 3 نکته مهم رو خدمت شما عرض کنم که دونستنش خالی از لطف نیست و بسیار ارزشمنده. نکته اول، حق مالکیت دامنه. دامنه‌ای که خریدید به طور رسمی به نام شما ثبت شده، اما باید حواستون باشه که اطلاعات ثبت شده در هویز درست و کامل باشه، چون اطلاعات به عنوان مالکیت دامنه شما شناخته میشه. نکته دوم، انقضای دامنه. دامنه به طور معمول 1 ساله ثبت میشه. پس وقتی که مدت زمان ثبت دامنه تموم شد، باید حواستون باشه که اون رو تمدید کنید. اگر دامنه رو تمدید نکنید، ممکنه کسی دیگه بتونه اون رو ثبت کنه. نکته سوم، انتقال دامنه. در صورتی که بخواید دامنتون رو به شخص دیگه‌ای منتقل کنید، باید مراحل انتقال دامنه رو انجام بدید. این مراحل شامل دریافت کد انتقال از سایت ثبت کننده دامنه، وارد کردن اون کد در سایت جدید و تایید نهایی انتقال اون هست. معمولا انتقال دامنه بین 1 تا 5 روز طول میکشه. خب بریم یه جمع‌بندی از صحبتام داشته باشیم. خرید دامنه با پسوند بین‌المللی و کشور ایران از سایت‌های ایرانی خیلی راحت و سریع انجام میشه. شما میتونید با انتخاب دامنه دلخواه، پسوند مناسب و انجام مرحله ثبت دامنه خودتون رو به سرعت خریداری کنید. همچنین حتما به نکاتی مثل تمدید به موقع دامنه و حفظ اطلاعات مالکیت توجه کنید تا مشکلی پیش نیاد. اگر سوالی داشتید یا مشکلی در مرحله خرید دامنه پیدا کردید، حتما توی کامنت ها بپرسید. خوشحال میشم کمکتون کنم. امیدوارم این آموزش به شما کمک کرده باشه. حتما به سایت ما که آدرسش این زیر ویدیو میاد سری بزنید و اینستاگرام اسیده رو هم فالو داشته باشید. نکات بسیار مهم و با ارزشی رو به صورت پست روزانه منتشر میکنیم. اگر این آموزش رو دوست داشتید، این ویدیو رو لایک، کامنت و سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی ما رو هم ببینید. مراقب خودتون باشید تا درودی دیگر. بدرود.